استاد در مورد این 500 نفری که گفتید در طبق آمارهای شما خواستار پناهندگی در دیگر کشورها شدند، اینها بیشتر کیهایند و اصلا به خاطر چی اینو پناهندگی طلب کردند؟ البته طبق اون چیزی که در وسطای اخبار چاپ شد، در وسطای اینترنتی چاپ شدن، اینا تقریبا 500 نفر هستند. اینا اساساً اون آدم‌ها هستند که در فدراسیون روسیه در اوکراین آنها در مهاجرت مهنتی بودند و آنها از این وضعیت استفاده برده مثلا به اونجا گذاشتند. میشه بعد اینا رو پناهنده‌های سیاسی هم گفت؟ ممکن باشند اما معلوم نیست. نه اکثریت کلی اونها آدمانی بودن که در اونجا کار میکنن. مثلا در مسئله شکنجه گفتید اون 6 مراجعاتی که به شما در نیم ساله اخیر شد و تصدیق خود را نیافت، این پرسش‌های شما در کدام محیط و حالت صورت گرفت؟ چون اکثرا میگن که وقتی در خود زندان پرسش گذرانده میشه و اونا شاید آزاد صحبت کردن نتونه. شما همین شرایط فراهم آورده بودید که اونا آزاد صحبت کنن؟ البته ما اون اساسا این معلومات رو از وسطای اخبار عامه گرفتیم یا از یگان سازمان غیر دولتی به ما خبر دادن یا یگان خش تباره که اونا در بیرون خبر دادن. در اکثریت موارد مثلا یکی از میکنه یا خش تبار یا نزدیکان اونها مراجعت میکنن. خیلی که به واسطه خودشون مراجعت کنن، این خیلی حالتو بسیار هم کمان. یک سوال دیگر در مسئله همون کودکانی که برای جشن هول یک از جانب مجلس حقوق مورد پرسش قرار گرفتند. استاد گفتند که 3 نفر نسبت 3 نفر جزای انتظامی اندیشیده شد و 1 نفر هم از کار آزاد شد. یعنی برای به خاطر چی یعنی کنشگانیاشون اثبات شد؟ البته اون چیزایی که ترتیبی که اونها وای کردن، مثلا با طریق عمومی اونها رو از کوچه گرفته بردن و دیگر پرسش کردن، بسیار اونها نابالغ بودن. مثلا از اون جایی که من خبر دارم، از اون چیزی که خود وکالتدار خودک با این مسئله باید از اون که یک تاش آزاد شد و دیگرشون چهارای انتظامی مأمور، یعنی ما ویگوار میگیم استروگ ویگوار میگیم با اونها تطبیق کرده شده. این چیزی خوب است برای دیگران پیشگیری کردن چنین مثلا کردار و رفتار از طرف دیگر کارمندان مقامات. این بسیار چیز خوب است.